ازدحام مردم برای دریافت کمک است. جمعیت هلال احمر تاجیکستان در منطقه کلوب هر سال در عرفه رمضان به افراد کمبزاعت و معیوب کمک میکند. حالا در شهر کلوب 800 خانواده از این کمک بهره مندند. شهنازه بایکووا معلول گروه دوم است. او میگوید که انتظار همین کمک ها بود، زیرا در خانه‌اش چیزی برای خوردن نمانده است. امی معیوب بودم، تیوقم داد، خوردنیم داد، آرد روغن، تمام چیز دستگیری میکنه که تاجدین. این کودک بسته کمک دریافت کرده را پاسبانی دارد. نفرانی که کمک میگیرند پیشکی نام و نسبشان را ثبت نام کرده اند. بسته کمک ها از قبیل آرد، روغن و دیگر مواد نیاز اولیه برای استعمال است. مسئولین جمعیت هلال احمر میگویند که این کمک ها صرف برای افراد نیازمند داده می شوند. نه خوردن پروداکت ای با برای همین اوقات چیزا. همین چیزا را نداشتی خونه. مسئولین جمعیت هلال احمر در منطقه کلوب گفتند که در میان گیرندگان کمک قهرمان‌های رادیو آزادی هم هست. مرحبا طلبکووا یکی از قهرمان‌های رادیو آزادی بود که از این کمک‌ها دریافت کرده است. چون این کمک‌ها را جمعیت هلال احمر نه تنها در کلوب بلکه در تمام تاجیکستان کرده است. کمک‌هایی که از سوی مرکز امداد و کارهای بشردوستانه شاه سلمان شاهیگری عربستان سعودی به 9625 نفر فرستاده شده است. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلوب.